در درس فقه درسی گذشته ما درباره چیزهایی که روزه را نمیشکنند و 3 رکن اساسی روزه صحبت کرده بودیم. آره، امروز هم درس رو دوام میدهیم و میبینید که انشالله موضوعهای خیلی وسیع هست که در باب روزه ما از آنها بیخبر هستیم. امروز درباره 6 طایفه که برای آنها روزه نگرفتن جایز است. یعنی 6 طایفه که آنها اگر روزه نگیرند در ماه رمضان گناهگار نمیشوند صحبت میکنیم. خیلی میدانید روزه‌گیری از رکنهای 5 گانه اسلام است. کسی به عذر ترک میکند او در گناه کبیره هست و دیگر روزه که به عذر در رمضان ترک کرد تمام سال روزه دارد هم به ثواب آن برآورد نمی شود. اگرچه مثلا تو روزه رو ترک کردی باید قضاش رو گیری، اما بدان که یک نفری که رمضان رو نادیدگیری کرد و پروا ندارد که روزه رمضان چه ارزشی دارد، تمام سال روزه گیرد هم آن ثوابی که در روزه های رمضان میگیرد و آن برابر نمی شود. و اینجا میگویند بدانید که فالاعذار التي تبیح الافطار للصائم 6، عذرهایی که برای روزه‌دار روزه اش را خوردن یا برای یک نفر روزه نگرفتن رو مباح میکند و اجازت میدهد 6 تا است. یکمش سفر، دویمش بیماریه که اگر روزه داری بیماریت زیاد میشود یا حتی به هلاکت میرسی، انشالله در شرحش میگویم. سیومش حاملگی، چهارمش شیردهی، زنهایی که شیر میدهند، پنجمش تشنگی و گرسنگیه که اگر نخوردی تو هلاک میشوی، یعنی تماما از پا افتیده میمیری، و ششمش پیری. شروع میکنیم از سفر. خواهران عزیز، در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه سفر گفته راه رو میگویند که 3 روز با شتر یا پیاده مسافت داشته باشد. یعنی تقریبا از 90 تا 100 کیلومتر است، چون در کتاب ها از 82 بعضی از 89 شروع می شود، یعنی راجحش از گفتیم 90 تا 100 کیلومتر است، از 89 گویم. یا مهم از 3 روزه راهی که شما پیاده میبرایید اون فقط سفر است. یعنی یک راهی که شما یک روزنده پیاده رفته رسیده توانید یا نیم روزنده رفته رسیده توانید، اون سفر حساب نمی شود. و وقتی که شما در راه هستید مسافرید، وقتی به جای رسیدید و گفتید تمام من در اینجا باقی میمونم، الکی 2 هفته همینجا هستم، حتی در نزد جمهور علما 4 روز زیاد من همینجا هستم، گفتید شما مقیم میشوید و آنجا الکی دیگر مسافر حساب نمیشوید. اساسا سفر در مدت راه هست یا اینکه به جای رفتید و امروز پگاه باز راه رو دوام میدید، در آنجا ماندگار نیستید، در این وقت مسافر میشوید. پس هر کسی که به سفر میبراید یا در سفر هست برایش اجازت هست که او روزه را بخورد، برای اینکه الله چی میگه؟ و من کان مریضا او علی سفرین فعدت من ایام اخر، اگر کسی بیمار باشد یا مسافر باشد دیگر روزها میتواند روزه گیرد. اما اگر چه گفتیم برای مسافر جایز است که روزه اش را خورد، تمام علما اتفاق هستند که او روزه گرفته میتواند، یکی روزه گیرد گناهکار نمیشود. چون در زمان صحابه هم رضی الله عنهم حدیث آمده است که خطا نکنم از عبدالله ابن عباس بود که در سفر بعضی صحابه ها روزه می گرفتند، بعضیشان نه. کسی را برای روزه گیریش یا نگرفتنش اصلا عیب نمی کرد. یعنی شما اگر مسافر هستید و شرایط روزه گرفت دارید، روزه رو گرفتید در رمضان، این بهترین است، برای اینکه خیلی گفتم رمضان ثواب خودش رو دارد، رمضان برکت خودش رو دارد. اما گفتید من مسافرم، در راه خیلی مشقت است، حتی با هواپیما باشد هم با قطاره باشد هم، سفر دیگر سفر است، خواه و نخواه مسافر سفرون قطعه من العذاب میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم، همون پاره از عذاب سفر رو میبیند. برای همین مسافر اگر برایت که از 3 روز زیاد است یا الکی از روی عرف هم میدونیم از دولت به دولت، از شهر به یک شهر دور سفر کرده ایستاده است و او جایز است که روزه اش رو خورد. اما اگر روزه اش رو دارد هیچ گناهکار نمی شود، یعنی روزه اش رو دارد بهتر است، روزه اش رو خورد هم و او جایز است. لیکن اون روزه که خورد بعداً وقتی که رمضان به آخر رسید و برایش
در خانه است یا که سفر دیگر از بین رفت باید بگیرد. و چیزی دیگر بیماری، اینجا میگن بیماریه که تو روزه داری اگر یزدادو بالصوم زیاد میشود با روزه، یعنی بیماریه که روزه داری تو اون بیماری رو اوج میدهد، یا بیماریه که تو روزه داری اگر حتی به هلاکت میرسی. در اینجا خیلی که در آیت سوره بقره گفتیم پروردگار اجازه میدهد در آیت 184 که بیمارها روزتون رو خورده میتوانید. و خیلی عجیب است، خیلی خواهرها از همین سوال رو میدین، من بیماری مثلا قند دارم، میده دارم، چیز دیگر دارم، من روزه داشته نمیتونم، من گناهگارم. فقط همین سوال میاد. خواهران عزیز، درباره بیماری چه خیلی گفتم آیت است که وقتی تو بیماری و میدانی که روزه بیماریت رو زیاد میکند یا حتی به هلاکت میرسی، برای تو آیت است که تو میتوانی روزت رو بخوری. بعد از این اگر تمام عمر همین بیماری با تو باشد، در این وقت این بیمار برای هر یک روزش فدیه میدهد، یک قمبغل رو سیر میکند یا به مقدار خام 1.5 کیلو آرد برای همان روزش میدهد. یعنی بیماری های سرطان، پروردگار من و شما رو، تمام بیماران رو از بیماری های وزمین شفا دهد و دور کند. بیماری های سرطان یا بیماری های کسلی قند بلند که اینها تمام عمر روزه گیری نمیتوانند، هر روز روزشان رو چیکار میکنن؟ با یک فدیه عوض میکنن. یعنی 30 روز روزه نداشتن 45 کیلوگرم آرد یا برنج رو به یک قمبغل میدهن، همین فدیه روزهشون می شود، بجای روزهشون می شود. کسی بجای آن روزه نمی گیرد. این یک مفهوم غلط از خواهران عزیز که گویا که یک نفر بیمار باشد، یک کودک روزه دارد از نام او می شده باشد. پیامبر صلی الله علیه و میگن کسی از نام کسی روزه نگیرد، یعنی از نام کسی زنده، از نام کسی زنده روزه گرفته نمی شود. آدم زنده بیمار چی می دهد؟ فدیه می دهد. ولیکن بیماری هایی که شما می دانید که برعکس روزه فایده می دهد، بعضی کسل قند ها می گویند برعکس من در رمضان حالم خوب می شود، یا چند بیماری های دیگری معده هست که برعکس گرسنگی آن را چی می کند؟ دوا برای آن می شود یا شفا می شود. با اینها باید روزه بگیرند، چون که تو می دانی بیماریت، روزه به بیماریت هیچ تأثیری منفی نمی رساند. همون بیمار می تواند روزش را خورد که او می داند که روزه خیلی حالش را بد می کند یا اینکه چی گفتیم به هلاکت می رساند. درباره یعنی یکم سفر بود، دویم چی گفتیم بیمارانه که بیماریشان با روزه زیاد می شود. سیوم حامله، درباره حامله هم گفتیم اگرچه حامله رخصت دارد روزه نگیرد، لیکن وقتی می دانی که روزه برای کودکت ضرر ندارد، برای سلامتیت ضرر ندارد، در این وقت روزه را گیر. اینجا نگفته است که الله تو حامله روزه گیری گناهگار میشوی، نه. حامله را یا گفتیم در حدیث از نفرانی که پیامبر میگن برایشان روزه خوردن مباح است، یکی حبلا یعنی حامله، اینجا برایشان جایز است، یعنی اجازت هست که روزه نگیرن، نه اینکه فرض است که روزه نگیرن. و چیز دیگر همینجا خواهران عزیز، بعضی خواهرها سوال میکنن که شوهرم از میگوید که روزه نیست اگر من روزه گیرم، من حامله دارم. مسئله روزه مسئله فرض الله هست. اینجا رضاگی شوهر و رضاگی پدر و مادر و خوشتامن و خودت نیست، اونجا رضاگی پروردگار است. پروردگار به تو میگوید یا شریعتت میگوید که در وقت حاملگی روزه به تو ضرر رسانید، برایت در حقیقت حرام است که روزه گیری، چون به کودک و به خودت ضرر رسانده ایستاده. اما نه، هیچ ضرر نرسانید، روزه رو گرفتی گناهگار نمیشوی. و به این شوهر حق ندارد که به زنی که روزه به او ضرر ندارد بگوید روزه نگیر. و از کجا میفهمم که روزه به من ضرر دارد؟ این رو از تجربه البته. یعنی روزه رو یک زنی حامله میتواند شروع کند، یکی دید که سرش چرخ زده ایستاده است یا دیگر دارد از هوش میرود، بی قوت است، درد شکم است، که انسان میداند چگونه به او زیان رسانده ایستاده است، در اینجا روزش رو خورد گناهگار نمی شود، چون که او با نیت روزه داشت ولی عذرش نماند. پس خواهران حامله دار که گشته و برگشته همین سوال می آید یا گفتیم همین مسئله ناروشن می ماند، شما به من ضرر میکند نمیکند، این سوال یکم دور از منطق است. به شما روزه ضرر میکند یا نمیکند، این رو جسم شما به شما جواب میدهد که ببینید که گرسنگی تا چه اندازه است. ولی چه خیلی گفتم اکثریت خواهران که من شخصا در اطرافم هستند قریب همه یکسان میگویند که روزه برعکس سلامتی ما رو خوب کرد. بعضی از تاکسیکوز و دیگر مشکلی های حاملگی برعکس با روزه از بین رفت، چون گرسنه میشویم و بگاه میخوریم. یعنی حامله دار
رخصت روزخوری دارد و این چنین اجازت دارد به او ضرر نرساند روزه گیرد. و رضاعه یا گفتیم شیردهی هم همین گونه است. مادری که میداند که وقت شیر میدهد کودکش از بیشیری میمیرد، در این وقت نباید روزه گیرد که به او ضرر رساند. اما گفت نه، من شیرم میرسد یا من به جای شیر به کودکم خوراک میدهم. یک آثار صحابه ها بود، فقط کتاب در یادم نیست، که میگویند ما در وقتی روزه داری به کودکانمون روزانه کمتر شیر میدادیم و شبش اصلا شیر میدادیم. وقتی که مادر میتواند به کودکش به جای شیر چیزی دیگر دهد که حاضر همه جا پر از چند نمود خوراکی مخصوص کودک ها هست، در اینجا باقی نیست. یعنی زمانی که میدونی که کودکت ضرر میبیند یا خودت هم بعضا زنهای شیرده خودشان بی قوت میشوند و از حال میروند، در اینجا برایتان رخصت است. و اینجا هم باز برمیگرده مسئله کلان سالا. خواهران عزیز، بسیاری از عروسک ها علل خصوص شکایت میکنند که خشتومنم، مادرم، خش و تبارم به من میگویند به جای ثواب تو گناه میگیری، تو کودک میده داری شیر نده. همین گپ یگان اساس ندارد. خیلی گفتم شما رخصت دارید که روزه نگیرید به خاطر بی‌قوتی کودک، اما شرایطتون یعنی شرایطی سلامتیتون و سلامتی کودکتون اجازه دهد از برکت رمضان بی بهره نمانید. و کاش آنهایی که گمان میکنند با این نصیحت ها مهربانی کرده استادن بدانند که این مهربانی نیست، این بد شریعتی الله دخالت کردن و یک نفر رو از ثواب باز داشتن است. خیلی گفتم اصلا روزه‌ای که غیر رمضان میگیرید اون اجر و پاداشش مثل روزه‌ای که در رمضان میگیرید مثل آن نیست. پس گفتم چهارم طایفه که ها هستند زنهای شیرده و این چونین پنجم آنهایی که از تشنگی و گرسنگی میمیرند. یعنی این حالت نادر می شود. بعضی ها روزه میگیرند اما به مردن نزدیک میشوند، علل خصوص در گرمای تابستان وقتی 16 ساعت روزه میگیرند، 17 ساعت روزه میگیرند. یا کارگرها اگر آب ننوشد او بیهوش است و از حال میرود. در اینجا هیچ گناهکار نمیشود که به او آب دهید یا خوراک دهید. او همچون یک انسان بیمار روزش رو میخورد و بعد از رمضان میگیرد. و خیلی که پیشتر هم گفتم کاش آنهایی که کار وزمین میکنید همین ماه رمضان رو به خود تعطیل گیرید. بگذار این ماه با شما یعنی این ماه مهمان شما باشد که مهمانتون رو احترام کنید و به کار دولت و به کار نمیدونم دنیا نروید. این ماه رو با عبادت گذرانید و تشنگی و گرسنگی هایتان رو در عبادت و در لذت با خلوت با پروردگار گذرانید، نه اینکه به کار نمیدونم مغازه و به کار چیزی دیگر رو مشغول باشید و فقط فکرتون خوردن باشد و فکرتون از کار برآمدن باشد. کاش مؤمنان همین ماه را احترام میکردن، یعنی این ماهی که مهمانشان در یک سال یک بار می آید احترامش میکردند و به کار نمی برآمدن، همراه همین ماه بودن. و گفتم گرسنگی و تشنگی که تو رو به هلاکت میرساند. و آخرانش ششمش این چی است؟ پیری. آنهایی که پیر هستند و تماما برایشان روزگیری وزمین است و گفتیم قوت ندارن. حتی بعض پروردگار دعای پیامبر بود اللهم انی اعوذ بک من سوء الکبر، میگفتن پروردگارا من به تو پناه میبرم از پیری بد، یعنی بد پیر شدن، پیری که محتاجی دارد، کسلی دارد، پیری که همه از تو بیزار، همه از او بیزار هستند. پروردگار من از این گونه یک پیر بی حرمت شدن به تو پناه میبرم. میگفتن که ما هم باید پناه بریم به پروردگار. این جوانی ها، این دست و بازوی قوی ما، این چشم و بینا و گوش شنوا همیشه نیست. این جوانی ها پیری دارد. امروزه کبر و غرورها محتاج دارد. پروردگار از فنا پیر شدن یا گفتیم از سوی که بر من و شما را نجات دهد و پیر و به گفت خودمون پیر برنا و با احترام در قوت و بازی خودمون باشه. و اینجا شیخ و فانی میگوین یعنی پیری که عموما دیگر قوت ندارد، مثل کودک است، دست و پایهایش میلرزد، گرسنگی و تشنگی حتی عقلش در جایش نیست. اینها هم چی میشوند؟ برایشان روزه دیگر فرض نیست اما کفاره دارد. یعنی آنهایی که پیر هستند معناش این نیست که تو پیر هستی تمام از تو روزه ساقط، نه. اینها برای هر یک روز خوردهشان چی میدهند؟ فرزندانشان یا خودشان از مال خودشان کفاره میدهند.
یعنی برای یک روز خوردهشان 1.5 کیلو ارد و یا برنج، چون خوراک مردم ما همین است، و 45 کیلوگرم می شود برای یک ماه. و یکی از دنیا یک پیر رفت، به او به خاطر پیری یا بیماری های بردوام روزش رو گرفته نتوانسته بود، باید بعد از مرگش فرزندانش چکار کنند؟ فدیه روزه پدر و مادر رو بدهند. و اینجا درباره مسئله جماع و یک کلان شروع می شود که بماند ان شاء الله برای درس آینده، برای روز سه شنبه. خواهران عزیز.